سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من پرستو هستم. شما الان داخل چنل یوتیوب من به نام دوویت پرستو شدین. امروز میخوایم با همدیگه ترش تره یا به عبارتی اسفناج تره درست کنیم که غذای اسید گیلانیه و بسیار خوشمزه است. مواد لازم برای ترش تره یا اسفناج تره: مقداری اسفناج نیاز داریم، یه دسته خیلی کوچیک گشنیز نیاز داریم، یعنی نسبت اسفناج به گشنیز خیلی کمتر. اگه شما 1 کیلو اسفناج دارید یه دسته خیلی کوچیک گشنیز نیاز داریم. چند عدد گوجه، سیر، کره، آب قوره، دونه های قوره و تخم مرغ. اول اسفناج ها رو به خوبی خورد میکنیم. خب همونطور که میبینید اسفناج هامون رو به خوبی خورد کردیم به این حالت، یعنی نه خیلی ریزه نه خیلی هم درشت. حالا میریم سراغ گوجه فرنگی هامون و پوستشون رو میگیریم. بعد از اینکه اسفناج ها رو خورد کردیم، من برای 1 کیلو اسفناج 2 تا گوجه که پوست گرفته بودم رو خوب خورد کردم و بهش اضافه کردم و مقداری هم دونه های قوره بهش اضافه میکنم. البته قوره‌ای که من استفاده میکنم قوره بیدونه هستش و 2 عدد هم سیر دارم که داخلش خورد میکنم. و در قابلمه‌مون رو هم میذارم و احتیاجی هم به آب نداره چون اسفناج خودش آب میندازه. حدود 10 دقیقه تا 1 ربع اجازه میدم که بپزه که ویتامین اسفناج ها از بین نره. بعد از گذشت 20 دقیقه همونطور که میبینین گوجه ها و اسفناج مقداری پختن و من توی این مرحله مقداری با پشت قاشق روی قوره ها و کلن اسفناج ها میکوبم تا له بشن. لطفاً مزه کنید و ببینید میزان ترشیش براتون کافیه یا که نه. اگه نبود میتونید مقداری هم آبپوره بهش اضافه کنید. توی این مرحله مقداری هم نمک بهش اضافه میکنم و مقداری هم آبپوره بهش اضافه میکنم. حالا بعد از اینکه اسفناج هامون پخته شد میریم سراغ سیرداغمون. من سیرداغ آماده دارم چون نمیخوام که هر دفعه که غذا درست میکنم خونه بو و عطر سیر بگیره، به خاطر همین سیرداغ آماده دارم. حالا مقداری روغن به تابه اضافه میکنم و مقداری زردچوبه داخلش میریزم و بعد هم سیرداغ رو بهش اضافه میکنم. 2 قاشق سیرداغ. حالا همین سیرداغمون رو داخل مخلوط اسفناجمون میریزیم. البته دلیل این که ما سیرداغمون رو دوباره یه دور تفت میدیم با زردچوبه و روغن و سیر رو برمیداریم و روغنش رو اضافه نمی کنیم داخل اون مخلوط اسفناج اینه که میخوایم تخم مرغ هامون رو داخل این روغن تفت بدیم تا بو و عطر سیر رو به خودش بگیره. و حالا نوبت تخم مرغ هامونه که داخل روغن بشکنیم. البته مقدار تخم مرغ ها کاملا به خودتون بستگی داره، اینکه دوست دارین تخم مرغ زیادی داشته باشه یا کم کاملا سلیقه‌ایه. ترش تره خیلی گزینه خوبیه برای گیاهخواران عزیز که همیشه گله میکنن که غذاهای کمی هستش یا آموزش‌های کمی هست. اینم
ویدئویی برای شما عزیزان. و حالا به خوبی تخم مرغ‌ها رو با هم دیگه هم میزنیم و مقداری هم نمک بهش اضافه میکنم. تخم مرغ‌ها رو داخل ترشه تره نباید له کنید، بلکه باید همین جوری حالت توپلی داشته باشه و همینقدر دیگه براش کافیه و از تابه خارجش میکنیم. حالا 6 تا گوجه فرنگی که پوست کندم و به خوبی خوردشون کردم رو به داخل تابه اضافه میکنم. حالا مخلوط اسفناج رو هم بهش اضافه میکنم، ولی فعلا با هم دیگه ترکیبشون نمیکنم، اجازه میدم پخت گوجه تکمیل بشه. حالا از کره استفاده میکنم و نصف کره رو داخلش میندازم، در واقع یعنی 50 گرم. مواد رو بیشتر له میکنم تا بهتر ترکیب بشن. مقداری نمک دوباره بهش اضافه میکنم. مقداری هم فلفل سیاه. و حالا شعله گاز رو کم میکنم و در تابم رو میذارم و اجازه میدم مقداری مواد با هم دیگه ترکیب بشن و جا بیفتن. بعد از اینکه ترشه ترمون به روغن افتاد و در واقع اصلا رنگش تغییر کرد و کاملا سرخ شد، حالا نوبت اینه که تخم مرغ‌هایی که تفت داده بودیم تو روغن سیر رو بهش اضافه کنیم. حالا مقداری فلفل سیاه گرانول داخلش میریزم. خب همونطور که میبینید ترشه تره ما آماده شده و دیگه حالا زیرش رو خاموش میکنم و بریم برای سروش. دوستای گلم، اینم از ترشه تره ما که آماده شد به همراه 2 برش ماهی سفید و برنج کته و فلفل سبز شیرین. امیدوارم که دوست داشته باشید و کانال من رو به نام دوبیت پرستو سابسکرایب کنید. علامت زنگوله رو بزنید چون که هر هفته ویدیو جدید داریم. دوستتون دارم.